حضرت وقت اجازتش داد گفت که فاخبرنی عن الاسلام، از اسلام مرا خبر کن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. ببینید در 5 کلمه اسلام براش فهمون. گفت جوان عزیز، اسلام آن است که اولا گواهی دهی که نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی و محمد صلی الله علیه و سلم رسول او، برگزیده او، پیامبر اوست.